26 ایون سال 2023 رسانه‌های اوکراینی از تخریب سربند نیروگاه برقی آبی کاخوفکا که در ولایت خرسون اوکراین و حال باشد تحت کنترل روسیه قرار دارد خبر دادند. جانب روسیه در اول رخنه شدن صدر را خبر فیک گفت، ولی بعدا تصدیق کرد که سربند نیروگاه رخنه شده است. آبانبار نیروگاه کاخوفکا یک منبع اساسی تامین آب نیم جزیره از سوی روسیه اشغال شده کریم به شمار می رفت و حتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته در یک سخنرانیش تامین آب کریم را یکی از سبب‌های شروع حمله روسیه به اوکراین نام برد. فرمانده فوری نیروهای یوگ اوکراین در صفحه فیسبوکی خود روسیه را عیبدار نمود که ارتش روسیه دم نیروگاه کاخوفکا را ترک کنید. مقامات حربی اوکراین میگویند صد آبانبار نیروگاه کاخوفکا را نیروگاه دیویزیون 205 ارتش روسیه ترک کنیدند. شهردار نو کاخوفکا ولادیمیر لیونتوف که از جانب روسیه به وظیفه گذاشته شده است در اول خبر رخنه شدن آبانبار را هرزه نامید، ولی بعدا این خبر را تصدیق و جانب اوکراین را عیبدار کرد که بر اثر موشکباران اوکراینی ها به 100 آسیب جدی رسیده، چند درغات خراب گردیده است. از این لحاظ او به پایان جاری شده ایستاده است. بنا به خبرها یک قسمت بزرگ شهر نو کاخوفکا بر اثر فرو ریختن آب آبانبار الکی زیر آب مانده است. اما منابع تاس در حکومت روسیه موشکباران شدن صده از طرف ارتش اوکراین را رد کرده گفتند حمله موشکی در گرد اطراف سربند به قید گرفته نشده است. صد به جریان آب تاب نآورده، یک درغاد رخنه شد و همین طور آبخیزی به عمل آمد. در اوکراین بر اینه که روسیه با مقصد گرفتن پیش روی حمله جوابی ارتش اوکراین دست به تخریب آبانبار زده است. در رابطه با تخریب صد نیروگاه آبی، پرزیدنت اوکراین خواستار نشست اضطراری شورای امنیتی ملی شد. او در صفحه توییتر خود نوشت که تروریستان روسیه با تخریب نمودن صد کاخوفکا بار دیگر به جوانان تصدیق نمودند که آنها را باید اثر گوشه و کنار خاک اوکراین راند. حتی 1 متر مربع خاک اوکراین را نباید به آنها واگذاشت، زیرا آنها زمین اوکراین را به مقصد ترور مردم اوکراین استفاده میبرند. تنها غلبه به مردم اوکراین امنیت را فراهم میآورد و ما به این پیروزی دست خواهیم یافت. نه آب، نه موشک و نه هیچ حمله های تروریستی روسیه پیش روی اوکراین را گرفتن نمیتوانند. اما سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف دست داشتن روسیه در تخریب صده را رد نموده میگوید که این حمله از قبل تعریض شده اوکراین است، چون که ارتش اوکراین ضمن حمله های جوابی خود به یگان پیشروی در جبهه جنگ نویل نشد و دست به چنین ویرانکاری زده ایستاده است. مشاور رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین داریا زاریویان گفته است ترکاندن صده کاخوفکا از جانب ارتش روسیه این برای پیشگیری از حمله‌های جوابی اوکراین است و آنها میخواهند با این راه مانع ایجاد کنند تا حمله‌های ارتش اوکراین کند شود. همچنین داریا علاوه نمود که ترکاندن صده نیروگاه این معنای آن را دارد که کریم به آب میماند. هنوز در اول روزهای جنگ که ولایت خرسون از طرف ارتش روسیه غصب شده بود، والی کریم گفت که یکی از هدفهای جنگ این برقرار نمودن آبرسانی از ولایت خرسون به نیم جزیره کریم است. بنا به باوری حکومت روسیه برقرار نمودن آبرسانی از این آبانبار به منطقه های غصب شده کریم میلیاردها روبل فایده می‌آورد. هنوز ماه اکتبر سال 2022 پرزیدنت اوکراین گفته بود که اگریگات های گیس کاخوفکا از جانب تروریست‌های روس بمبگذاری شدند. رهبران اتحاد اروپا و ناتو روسیه را در ویران کردن آبانبار نیروگاه کاخوفکا عیبدار می‌کنند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ تخریب آبانبار نیروگاه کاخوفکا را عمل نامید که بار دیگر بیرحمی جنگ روسیه در اوکراین را به نمایش می‌گذارد. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل با اظهار شوق از این حمله گفت از بین بردن انشاءات ملکی همچون جنایت جنگی تعبیر می شود و ما روسیه و لختک‌های دست نشاندهشان را به جوابگری خواهیم کشاند.